عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه دانشجویان، اساتید، کارشناسان، کارگزاران، مدیران و اهالی روابط عمومی و ارتباطات کشور که امروز روز 27 اردیبهشت در البته تقویم گذشته ما با نام روز روابط عمومی نامگذاری شده و امیدوارم که این روز رو به خوبی سپری کرده باشید. من هم این روز رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم و برای این روز شعری سرودم که به حضورتون تقدیم میکنم. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره، یعنی اینکه در مناسبتاتون زمانی خواستید که در قالب شعر روابط عمومی رو توصیف کنید، میتونید از این شعر هم استفاده بکنید. حق چو گویی حق بگوید روزگار، حق نگویی صد دغل ناید به کار. چون شناسی خلق مردم را نکو، با رسانه بی رسانه حق بگو. رهبران فکر و مردم با همند، این قبا با حق به گردت میتمند. رابطه شفاف و آزاد و غنی، اعتماد و اعتبارت منجلی. حق بسنج و آن بنگر آنگه در پیام، راه بردی سوی خاص و هم عوام. حال و راه و خواه مردم را بدان، تا نمایی آنچه باید در عیان. قل و دل و واضح و هم سازگار، ده پیامی در خور آگه تبار. نی تهدب نی تقعر بازتاب، صاف و صافی در مصاف خاک و آب. کن حکایت آن روایت در پرند، تا شناسا شد به نورت آن برند. همچو آبی رو به چاهی سو به ما، بر بلندا از برندت رو نما. چون اصالت دارد این کاخ برین، اعتماد مردمان آید درین. پیش می بین تا نگردی بوالعجب، پیش می رو تا نسوزی بوالحطب. هر قدم تسبیح خود بر ذکر گو، هر قلم با علم خود از فکر گو. گر که کذبی آمدت از چپ و راست، ده جوابی همزمان زانجا که خواست. در نهایت کار خود سنجیده کن، خیر و شر را در الک باشیده کن. کن تو اصلاح امورت هر قدم، این شود فتح فتوحت در عدم. در کنار کار روتینت عمو، فکر بحران باش کن فکر عدو. دان که اخلاقت بود اصلی جزیل، گر کنی منشور می گردی خلیل. در فروش و خط تبلیغ و برند، شو تو یک سو تا بگردی سربلند. این روابط را عمومی می کند، این ضوابط را درونی می کند. عادلا
شعری سرودی در پرند، آیدم روزی که اینها میخرند. موفق باشید. یا علی.